سلام دوستان، من امین گیمر هستم. امروز اومدیم با آموزش دو نوع کاربرد معجون. اولی این هست و دومی هم این برای انجام موقعیت هایی مثل الان هست. وقتی که کاملا شب هست و شما شاید مثلا توی زیر زمین باشین و نور کمی بود، اینو میخوریم و همه جا رو مثل روز روشن میبینید. این اولیه. دومین مجون رو بیشتر تاجرها استفاده میکنن، اونایی که 2 شتر دستشونه. کاربرد جالبی هم توی سوروایول داره. اینو وقتی که بخوریم نامرئی میشیم. حالا اینایی که میبینین لباسام هست، کاملا نامرئی میشیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. لایک و فالو فراموش نشه دوستان. خدا نگهدار.